ما از اون طرف اومدیم، از طرف سیرک. اینجا کلسوای پرافسایوس، طرف افتاوگزال و پرافسایوس، و این طرف ما راهی مایکوسکی داریم و این همش همین رستکی کوچه سعدی شیروزی. و این در این طرف اینا بیناهای بلند آشیانه رو میبینید و فروش خانه ها، یعنی که آفیس پرادش. اینجا همه خانه های زمینی بودن، اینک همش را خیزاندن و بلند آشیانه ساختن. دیده چقدر تغییرات شد. با شما تماشای خوب و عالی آرزو دارم. اینک راهی ما طرف پرافسایوس، یعنی کلسوای راهی پرافسایوس رسیدیم. از معلومات رو میبینیم که در این دام ها معلومات دارد و نام این کوچه چیست. ما از این طرف گذشتیم، طرف مایکوسکی، اون طرف این کلسوای پرافسایوس. دام ها رو دیده ایستید؟ نه، ولی تیار نشدن. و اون طرف ما سیرک داریم، دیده ایستید؟ سیرک، راهی سیرک. و اینگه این دام سر شد، راهی ما پرافسایوس. این دام چیست؟ آخه هیچ معلومات نداره. اون نداره معلومات درست است. خیابانی ابو علی سینا. اینجا دام های دوره سوویتی ایستادن، 4 دام ها. اینا اون طرف راهی بوده است سعدی شیرازی، این طرف ابو علی سینا. تاجای دوره سوویتی ابو علی سینا. اینجا مرکزی سودای قنادی بوده است. از این نامش در پشت درخت بجا شده است. از این میخونیم برای شما اینجا کجاست. قنادی که باشه دیگه گوشت قنادی. از اون طرف نگاه کنید چی داره. نیستا کاشانه حسن، اتلیه ای تالار عروسی نیستا. این دامی 12 اتاژه دویمش پرافسایوس. در نزدش دکانچه های آغازهای خوراکه. کمتر نگاه کنید زیبایی دادن. در پارکچه رفتیم برای رقص و بازی و تماشا. یکان جشن مراسم می شود در اینجا. دسترخوان می‌شوند و جشن می‌گیرند. آشیانه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 اتاژه بوده. این 20 اتاژه بوده. اصلا اینجا پیش خود راه داشته. ممکن است که اون طرف بذاریم، اما حجره از این طرف. از این طرف یک لوخ می‌دویم. اوه انا بینو این نه. این رو من دویم بار دیده ایستادم، ولی نگاه کنید چقدر پرچم تاجیکستان پرچم در بالا. مرکزی تعلیم، پرفومریا، کسمتیکا.
طرف خانه مروه رستوران. این نه رستورانی یعنی که مروه بلزه بشوده است. منیجر کلوری عروسی. اینه این بینای ما. بینای ما بینای اگنتی دولتی مولیوی از کارکسای جمهوری ترکیستان. ما اینک از راه این طرف می‌رویم. از راه این طرف می‌رویم. این بینای 20 اتاژه پرافسایور. این طرف بینای کلولای دوره سوویتی ایستاده است. دومی گردک می‌زنند. اما از اون طرف اومدیم و با اون طرف می‌رویم. اگنتی نظارت دولتی مالیه. خیلی دومی خوب زیبا. اینا فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکا شریف جورای. اینا پروکوراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان و در نزدش اگنتی مالیه. دیده جورا این میشود چی چهارراهی پرافسایوز. چهارراهی پرافسایوز. این دومی گردک اومدیم دوستان عزیز. یک وقتا دیادم هست که در تگ این دوم وای بود مغازه کیان نور. اینک نمیدونم وادی چی نموندن و چی شده است، اما وادی با شما میبینید. این طرف پارکوفکه فیلارمونیای دولتی بوده است. این طرف راه طرفی یووار و این طرف افتاوکزال و این طرف مایکوس که میگوین بخشتران و عدل سینو. اینجا بوده است. نگاه کنید در تگ این دوم چیست. صفا این صفا مغازه اینه، مغازه خوراکای صفا. خدا کینگ دودو پیتزا هم در اینجا بود است. پیتزریا دستافکا خطینه دودو پیتزا مرحمت بشنموندن حتما بیاین. این چهارراه از این طرفش پروکوراتور گنرالی و روپرویش فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورای. خیلی نواری ما با اینجا تمام می شود با فکرمون، برای که وقت ساعت کاری مرام نزدیک آمده است. به شما موفقیت و سربلندی دوستان عزیز.